اما شب رمضان قیام. پیامبر صلی الله علیه و سلم دنباله حدیث فرمودن من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شبهای رمضان و قیام بخواند، همین تراویح، نماز تهجد، اینجا حد و مرزی نیست برای عبادت. درسته بعضی گفتن که پیامبر در رمضان و غیر رمضان بیشتر از 4 سلام نخونده و بعد خاتمه داده با وتر، ولی منعی هم نیست. منعی هم نیست. چقدر زیباست که این قیام با تلاوت طولانی آمیخته بشه. در اصل سنت اینه که هر کسی نماز تراویح و قیام یا نماز قیام شب رو در خانه انفرادی بکنه، ولی الان اجماع مسلمان ها بر اینه که چه تراویح و جماعت بکنن و اجماع جهان اسلام، خصوصا حرمین و مساجد مشهور جهان اسلام و اکثر مساجد جامعه و مساجدی که مرکز اجماع جهان اسلام بر 10 سلامه. اگه مسجد یک گوشه جایی هم 4 سلام خوندن باشون درگیر نشید. اونا اگه 4 سلام خوندن با مسجدی که 10 سلام میخونن درگیر نشن. شب مفتوحه، شب بازه. پیامبر گفته من قام رمضان ایمانا و احتسابا. کسی که رمضان رو قیام بکنه ایمان و احتساب، غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر جای رکعاتش کم میکنن قرائتش رو طولانی تر بکنن. عزیزی یکی از شبها یکی از پدرانی که حالا با ما ارتباط داره تو یک مجلسی نشسته بودیم قبل از رمضان، میگو من یه مسجدی خودش درست کرده، بهش توفیق داده خداوند، تو یکی از روستاها با شوراشون اونجا بودن. میگو من یه مسجدی اونجا رو بلندی رو تپه درست کردم، تو رمضان مسجد من میگو خیلی آباده. گفتم چطوری ماشاءالله آباده پدر جان؟ گفت خب ما دیگه کلا نماز تراویح اولا که 4 سلام میخونیم، دوما که این 4 سلام هم تو هر رکعت دومش قل هو الله میکنیم. یعنی 4 سلام که عدد رکعاتش رو کم کردیم، از اون طرف هم چه آمدن قرائتش هم کوتاه کردن، یعنی هم الهاکم التکاثر قل هو الله احد یا والعصر قل هو الله احد. یعنی گفت نماز عشا و نماز سنت بعدیه از بعدیه عشا و 4 سلام و نماز وتر همه چه 10 دقیقه ربع ساعت تمامه. میگم مسجد ما خیلی آباده. همه جمعیت گفت که ببخشید شیخ سوال دارم، یعنی کار ما اشتباهه؟ گفتم نه اشتباه نیست، اشتباه نیست. گفت خیلی هم طرفدار داریم، معلوم طرفدار داریم. آدم خوشمشرب و شوخ طبعیه. شوراشون هم همراهش بود. میگه شیخ الان کار ما اشتباهه؟ من نمیتونم بگم اشتباهه. قل هو الله هم سوره از قرآن ادا میشه، ولی انسان وقتی میتونه یک حافظ قرآنی یا 2 تا 3 تا حافظ هر 3 سلام هر 4 سلام یکی از حفاظ خودتون بکنه، به جوانان مجال بدید. اونایی که صداشون زیباست، قرائتشون زیباست، بیان پیش نماز بشن. من قام رمضان ایمانا و احتسابا. تصور بکنید در کل جهان اسلام همزمان با شما هم روزه هستن هم نماز قیام میکنن. یه وقتایی سال گذشته بود عکسی فرستاده بودن از مسجد بزرگ و کبیر مراکش، جمعیتی بالغ بر 1 میلیون نفر در نماز قیام. این جمعیت 95-6% چیه؟ همه نسل جوانه. این قیام
ایمانا و احتسابا در شبهای رمضان، خصوصا 10 شب آخر رمضان، اگه توأم بشه با قرائت زیبا، با ترتیل زیبا. کسی پیش نمازه که خودش طلبه است، لیسانس دینیه و میدونه کجا آیه رحمت، کجا آیه عذاب، کجا حتی با خود خیلی وقتا تفسیر قرآن با نحوه قرائتشه. یعنی کسی که پشت سر امامه میدونه که این امام فهیمه، با همین لحن قرائتش، نحوه خواندنش، کجا جمله خبریه، کجا استفهامیه، کجا بشارته، کجا تهدید و وعیده، طوری میخونه که اون طرفی که پشت سرشه به وجد میاد، از نماز خارج نمیشه. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن بندگی خدا، برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، برای به نمایش گذاشتن شکر خدا. عزیزی قبل از نماز، ظاهرا که از همین روستای دوست داشتنی و عزیز توریانمون بود، من جا داره که یادی از شاگردم بکنم که امروز استادمه، شیخ عبدالغفار تدو. یه زمان شاگرد من بود، طلبه من بود، اما امروز شیخه، استاد منه. ایشون مسکین تقریبا شاید 2 ساله که پیگیری میکنه و یک روز به من نگفت شیخ حالا 2 سال من هی تو قول میدید پیگیری میکنم دوباره نمیایید. نه رابطهشو قطع کرد، نه صداشو بلند کرد. گفت ما ظروفو میدونیم، نه نقدر الظروف، ولی حالا مردم خواهانن تو رمضان بیایید. تا دیشب هم چه اوکی نشده بود، ولی دیگه با وجودی که برادران درگاهانم تقاضا داشتن که بریم اونجا به ستار، گفتم دیگه اولویت با توریانه و جزیره هم به هم نزدیکه، توریان هم وسط قرار گرفته، از همه طرف میتونن بیان. عزیزی آمد قبل از خطبه به من گفت که ما 2 روز قبل از رمضان یک همایش بزرگ قرآنی با این عنوان برگزار کردیم تو توریان. عنوانش چی بوده؟ همایش تدبر در قرآن. الله اکبر، در ماه قرآن. و 2000 کتاب تفسیر نور اهدا کردیم به چه کسانی که شرکت کردن تو همایش تدبر. احسنت، دست مریضا. واقعا بهتون تبریک میگم. همایش تدبر در قرآن. چقدر بجاست این همایش و اهدای نفیسترین جایزه کتاب تفسیر نور 2000 جلد به شرکت کنندگان. حالا اون خیری که آمده این پول، این جوایز نفیس و ارزشمند داده، چقدر محظوظ بوده و خوش نصیب بوده و مالش مقبول شده که همایش تدبر در قرآن حمایت کرده. تفسیر نور قیمتش بالاست، 1000 تومن و 2000 تومن و 5000 تومن فکر نکنم باشه. استاد خرمدل چقدر خوب، امام جمعه، دهیار، شورا، علما، ریش سفیدان، تجار، خیرین با هم بشن این همایش های خوب برگزار بکنن در رمضان و غیر از رمضان. طول سال یک تقویم سالانه داشته باشن. ماه اول 4 هفته 4 تا برنامه متنوع، هر ماه یک برنامه برای دانشجوها، یک برنامه برای ورزشکارا، یک برنامه برای طلاب، حفاظ، همایش درباره بهداشت، همایش درباره یک صندوق زکات. پس نماز قیام. سومین کاری که تأکید شده تلاوت قرآن. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنه.
خداوند از لوح محفوظ کامل به آسمان دنیا نازل کرده. مقابل این کعبه‌ای که در مکه هست، در هر طبقه آسمان یک کعبه‌ای برای طواف فرشتگان هست. بیت المعمور شنیدید؟ بیت العزا شنیدید؟ مقابل کعبه‌ای که در زمین هست، طواف مسلمین هست، مقابلش در آسمان ها خانه‌ای برای طواف فرشتگان هست. خداوند کتابش 30 جزء نازل کرد به آسمان دنیا و در طی 23 سال طبق حوادث و رخدادها نازل کرد. 13 سال زندگی مکی پیامبر صلی الله علیه وسلم و 10 سال زندگی مدنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه. و آغاز این نزول تدریجی در شب قدر در رمضان بود و جبرائیل هر سال در رمضان تا زمانی که پیامبر در حیات بود در رمضان نازل می شد، یک ختم کامل با پیامبر مرور می کرد. اما در رمضانی که دیگه پیامبر آخرین رمضانش در دنیا بود، در اون رمضان 2 تا ختم با پیامبر مرور کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند القرآن مأدبة الله علی الارض. قرآن سفره مهمانی خداوند است که در روی زمین گسترده شده. هر کسی در حلقه قرآن بنشینه مثل این که بر سفره مهمانی خداوند نشسته. میزبان الله، سفره مهمانی قرآن، مهمان توی بنده خدا، بنده مؤمن و مسلمان خدا سر این سفره مهمانی نشسته. الله اکبر. چه سفره عزیزی، چه سفره دوست داشتنی، چه میزبان بزرگواری و جلیل القدری. چقدر این میزبان جلیل القدر، چقدر الله رب العزت و الجلال بندگانشو اکرام بکنه فقط خودش میدونه. چقدر من تو رو اکرام داره میکنه. هر برنامه‌ای که در قرآن آمده یک اکرامی است برای ما و شما. علما میگن هیچ آیه سرگردان ولگردی در قرآن وجود نداره که کاربرد علمی و عملی نداشته باشه. از این سفره غافل نشید، از این مأدبه خداوندی غافل نشید. حیفه که سفره خداوندی و مهمانی خداوند رد بکنیم بریم کنار مهمانی ابلیس، حلقه پاسور و ورق در ماه مبارک رمضان، خصوصا در شبهای پایانی رمضان که میلیونها دست به دعا گرفتن در حرمین و در جاهای دیگه، تو اینجا پاسور رو به هم بزنید. من همینطوری که در سفرهام خاطرات شیرین دارم، خاطرات تلخم دارم. یکی از این خاطرات تلخی که همیشه تو ذهنمه، در یکی از سالهایی که خدا توفیق داده بود و منت گذاشته بود در شهر پیامبرش اقامت داشته باشیم، وقتی حجاج از منطقه می آمدن خیلی خوشحال بودیم. می رفتیم که اکرامشون بکنیم، همراهی بکنیم، راهنمایی بکنیم. تا یکی از شبها رفتم بعد از نماز خونه یکی از حجاجی که از روستاهای اطراف بندرعباس آمده بود، میشناختمشون. پیر بود، سال خورده بود، بالای 70 سال بود. نشسته بودیم درباره مدینه و شهر پیامبر و صحابه و اینا صحبت میکردیم. یک دفعه دیدم که تنباکو از کنار ساکش مشخص شد، آشکار شد. 2-3 برگ تنباکو. جا خوردم، گفتم پدر جان این تنباکو چیه؟ گفت شرمنده، ببخشید. چرا شرمنده من باشی؟ یعنی تو بعد از 70 سال خدا به توفیق داده که در سفر حج و زیارت شهر پیامبر شرکت بکنید،
تنباکو با خودت آوردید که اونجا تنباکویی که باب دلت باشه نیست که قلیون میکشید. یعنی نماز تو حرام میخونید بعد میری هتل قلیون تو چاق میکنید. تو معنی لبیک میفهمید وقتی که احرام پوشیدید؟ وقتی کفن پوشیدید معنی لبیک گفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. تو فردا قیامت جواب پیامبر چه دارید؟ که بعد از یک عمری تو سن 70 سالگی خدا حجشو نصیبت کرد، زیارت شهر پیامبر نصیبت کرد، تنباکو بردی تو شهر پیامبر.